امیدوارم حالتون خوب باشه، وقتتون بخیر باشه. بچه‌ها اونجوری که روی تیتر تامنیل ویدیو دیدین، قرار یه وسیله بگیریم که خوراک سرما داخل این فصل که داره هوا سرد میشه، بریم یه دونه فیس ماسک بگیریم که هم میشه زدش به موتور هم میشه زدش به صورت خودمون دیگه. و اینکه قیمتو چی هم مثلا توضیح میدم و اینکه تا آخر ویدیو همراه ما باشین. این ویدیو یه دونه سورپرایز هم داره و اینکه علی بیا اینم داش علی، من داش علی میخوام بریم ست کنیم. بیا اینجا. سلام بچه‌ها. داش علی خب میشناسین، خیلی از اون چنلش هم پین میکنم واسهتون، اگه دوست داشتین سابش کنین، اگه دوست داشتین سابش نکنین. اینم موتور اونه، میخوایم با موتور او بریم و اینکه وقتتون نمیگیرم، بریم واسه خود ویدیو. بچه‌ها ما الان داریم میریم سمت آروم برو الان کوچیم میفته. بچه‌ها ما الان داریم میریم سمت اون فروشگاهی که میخوایم اون یک چیزی ازش بگیریم. مسیر رو بهتون نشون میدم دیگه. کیفیت داریم، من چشام بیشتر مازه. بابا تو رانندگی تو الان بزنیم. من نمیتونم بخ بزنم داداش. من نمیرم، من بس من دارم جلو. من باشه. برو بابا سرعت هم کمتر کنم. الان بچه داریم با سرعت بچه ها ما داریم با سرعت 46 را بریم. الان با سرعت کم کنی؟ من دارم با سرعت کم حرف میزنم که اونجا واضح باشه حرفم. دارم با سرعت زیاد. ما رفتیم فیس ماسکا رو خریدیم و اینکه الان اینجان. الان بیام مثلا آماده کنیم بیا اینجا. بچه دو تا فیس ماسک خریدیم که هفت رنگن. آنباکسینگ. این آنباکسینگش میبینید فقط شیشش خیلی کثیف میشه، اینم داخلش پد نرم و اینکه خیلی مشی. الان میذارم روی صورتم سر موتورم بهتون نشونش میدیم. الان مال دوشالیه. چه فرقی میکرد علی تو اینو انتخاب کردی؟ ما فرق هم نمی‌کرد، سر میز برداشتیم. فقط علی یه مقداری بشه دستت بیان کدومو بده. و اینم واسه منه. حالا من حس میکنم یه مقداری مال ما مال علی بزرگتره. حالا شما داخل کامنت ها بگین ببینم چه جوریه و نظرتون هم بگین. و اینکه مهمترین چیه قیمت. آقا قیمتش ببین چه جوری بود. بیا جلو. بچا قیمتش تقریبا 305 تومن بود. آره 350 تومن با تخفیف. آره داخل مثلا داخل اینستا و بقیه جا میدونن 380، ولی ما رفتیم گرفتیم 325 تومن. جنسش هم واقعا خوبه و اینکه میگن انگاری عینکش هم در میاد. حالا ما میترسیم الان عینکش در بریم بشکنه. خب و اینکه اینو بگیرم ادر مغازم اینو دیگه نشد ازش ویدیو بگیریم. ای داداش داریم صورت هم میگیره. آره داداش دارم اینو توضیح میدم. دو اینم تو ویدیوه. آره و اینکه آقا اینو گرفتیم. حالا بزنم سر صورت هم ببینید. علی اینو بگیر بچه‌ها. یه دونه کش داره. بگیر. اینجا یه دونه کش داره. کوچیک و بزرگم میشه. هر جوری که بخواین. حالا بزنم سر صورتم. و اینم اینجوریه بچه‌ها. خیلی چیز خفنه. مهمترین نکتهش اینه که چشاتون معلوم نیست از داخلش. کجا اگه راست گفتین داخل کامنت ها بگید من دارم کجا رو نگاه میکنم. نه داخل داره دوربین رو نگاه میکنه. و این حالا بیا سر موتور بشینم رخشو ببینیم. از پشت بای نگه چک در یا از اون موتور خیلی خفنه بچه. و اینکه من اینو بزنم جاکلم علی خان برم نمیکنه. بیا پایین بذارش داداش، بیا پایین بذار. آفرین. بیا پایین. بچه یه سوال تو کامنت ها بگید، من کامنت ها رو میخونم. این قسمت های موتور من که اینجوری شده رو با چی پاک کنم؟ و این که بچه قیمتم که بهتون گفتم، جنسش هم خوب، هفت رنگ هم هست، معمولی هم داشت، دودی هم داشت، زرد هم داشت که ما اینو گرفتیم و اینکه ست کردیم با هم دیگه. چیزای ست دیگه هم داریم در آینده.
داخل ویدیو آینده هم شاید به احتمال زیاد ببینینه، شاید هم نداریم، چون یه مقداری بحث این پلیس گیر دادن و اینا که آقا واقعا فیس ماسک بگیریم نگیریم، پلیس گیر میده یا نه رو داخل این ویدیو میخوام الان همین الان به تو بگم. الان ما نمیدونیم، ما کامل اطلاع نداریم، ولی به احتمال زیاد گیر بدن. مثل اینه که آقا یه دزدی باشی بیا آقا صورتتو قایم کنی، خب بعد بهت گیر میدن میگن آقا چرا صورتتو چی کردی و چرا صورتت معلوم نیست، مثلا تو میگی آقا به خاطر باد، ما خیلی همون به خاطر باد و گرد و غبار اینا اینا رو میگیریم، ولی خب حالا مثلا تو میگم بهونه میاریم، اینا عینکاشون هم جدا میشن، میگیم ماسک خالی که نمیشه، فقط عینک میشه استفاده کرد و همین. حالا پلیس به احتمال زیاد گیر بده بهتون، حالا میتونیم بریم بپرسینم ازشون. و اینکه اگر تا اینجای ویدیو همراه ما بودین لایک و ساب و کامنت فراموش نشه، به خاطر این ویدیو هم هزینه شده. بیا جلو بیا جلو، خواستم اینو نشون بدم فقط. خدا داشت بیان با ویدیو من اینجوری نکن واسه چنل تو پیشرفته. بیا خدا نگهدار.